چیزی که این پرنده رو کشت شلیک گلوله نبود. این کار شاهین بحری بود که با سرعتی بیش از 290 کیلومتر بر ساعت با شکار خودش برخورد میکنه. این پرنده به دلیل ضربات مرگبارش در آسمان مشهوره. شاهین بحری وقتی طعمه رو ببینه اول اوج میگیره و خودش رو تا جایی بالا میبره که از دید طعمه محو میشه و چند ثانیه بعد شیرجه آغاز میشه. سرعتش به بیش از 290 کیلومتر بر ساعت میرسه. در این لحظه بدنش تبدیل میشه به یک گلوله زنده. دقیقاً قبل از برخورد بالهاش رو کاملا جمع میکنه و چنگالهاش رو مثل نیزه به جلو پرتاب میکنه. نیروی ضربه اونقدر زیاده که میتونه پرندگان خیلی بزرگتر از خودش رو در جا گیج کنه، پایین بندازه و یا حتی گردنشون رو بشکنه. در واقع این یکی از مرگبارترین و دقیق‌ترین حملات در کل دنیای پرنده هاست و دلیلیه که شاهین بحری لقب قاتل آسمان رو گرفته.